در گذر از جاده ابریشم به لونه ببری بی ناموس، ببر سفید صورتی میرسیم. او که از صبح به اعصاب صاحب خود پیپی کرده، در این ورط از شب به کوسن و مول پناه آورده، برای دقایقی در کنجی ساکت کپیده است. او که مأموریتی بزرگ در پیش دارد، منتظر نیمه شب است. شبنگام، زمانی که همه اهل منزل به خوابی ناز فرو رفتند، این بی‌ناموس دوست داشتنی از خواب بیدار شده و همه را زابرا می‌کند. اگر این بی‌ناموس را می‌شناسید، سریعا از او فاصله بگیرید.